سراینده، شاعر و مردی که 41 هنر دارد و امروز ما درباره آن همین هنر یعنی مهارت 41 یا حرف میزنیم. بیننده ارجمند درود، ضیاءالدین نورزاد است مهمان امروز برنامه ما. خوش آمدید. با عرض سلام و ادب خدمت شما هستم. تشکر از دعوت. سلامت باشید. و بیننده ارجمند، نشر امروز برنامه پس صحنه در همکاری با طربخانه اسنا آماده شده ایستاده است و امروز گفتیم که وابسته به مهارت 41 ضیاءالدین نورزاد حرف میزنیم. شاید خود ضیاءالدین همین از حیران ایستاده باشند که این مهارت 41 چیست، چون میگن به یک مرد 40 هنر کم است. من هم در این فکر بودم میر سعید که مهارت 41 من کدام است. اصلا میگویند که به هر یک مرد 40 هنر کم است و میدونید اگر ژرفتر نگاه کنیم مهارت 41 من در همین طربخانه اسنا نهفته است. یعنی زمان ما اینجا قرار داریم شما میفهمید که چرا در نظر دارم، یعنی که من هنر طباخی خیلی خوب دارم، یعنی میتونم در طربخانه هم کار کنم، امثال طربخانه اسنا یا دیگر طربخانه ها. توی معرکه است که هر نفر یک بار آن را در حیات میبیند. طربخانه اسنا این روز شما را فراموش نشدنی میسازد. طعام‌های با لذت، محیط فارم، سرود و موسیقی گوشنواز و مهمتر از همه خدمت رسانی سطح عالی همگی در همین مکانند. با اسنا می توانید همه چاره‌بینی‌هایتان را گوارا گذرانید و مهمانانتان را به حیرت دارید، زیرا ما برای خوراک انفرادی، عائلوی و چاره‌بینی‌های مهم شما تمام شرایط‌های لازمی را مهیا می‌کنیم. سراغ شهر دوشنبه، کوچه قطب کرام 1، شفت کارگاه راه آهن تاجیکستان. تلفن برای تماس 99 555 44 44 93 485 44 44. اسنا، مکان راحت و خوراک‌های با لذت. ما از شما خواهش کردیم که برای ما دو نمونه کتابتون رو بیارید. شاید شما تخمین کردید که ما امروز سر چی صحبت میکنیم؟ اطراف ایجاد، شعر، حکایه، قصه و زندگی یک انسان که عبارت است از شادی، از غم، از درد و از کامگاری ها. بیاد درباره نویسندگی صحبت میکنیم. شاید کم بیننده ما میدونند که ضیاءالدین در برابر اونه که بسیار یک شاعر خوب است، بسیار یک سراینده موفق است، همزمان هجونگار خوب است، هجوهای بسیار خوب می نویسد، یادداشت نویس خوب است، آچرک نویس خوب است، پورتریت خیلی خوب میسازد و در مجموع یک نویسنده کل است. اصلا میگویند که کارم از گریه گذشته است، بران میخواندم. هنوز ایام طفولیت یادم میاد که در مکتب میانه میخواندم و همیشه یک چیز مرا تحریک میکرد که چیزی بنویسم. وقتی که مینوشتم شادروان پدرم احساس خوشحالی میکرد و تا انتهای مرگش میگفت که اگر اتحاد شوروی برهم نمیخورد تو نویسنده بزرگ میشدی. و من نویسنده بزرگ نشدم، ولی به خاطر روح پدرم و همزمان روح مادرم دو مجموعه به چاپ رسانیدم پیشتر، ولی مجموعه که این زمان دستی من است، یکی سایه تنهایی که عبارت از شعرها است و دیگری میان گریه و خنده. این خود همین سال به دستی چاپ رسید. و میدونید وقتی یک شامگاه از خواب بیدار شدم، پدرم در خوابم آمده بود و یک مدت یادی افتادم همون لحظه و خیلی احساسی شدم. بغض گلوگیرم کرده بود و حتی آبی چشمم کردم به خاطر پدرم. وقتی که دفتر شعرهم رو ورقگردان میکردم رسیدم به میانه دفتر. در یک ورق خالی آنجا یک نوشتجات بود: ضیاءالدین پسرم، شعرهایت رو چاپ کن، پدرت و تاریخ روز و امضا. آن حالت برای من خیلی حالتی دردناک بود، رقت آورد بود و من از آن افسوس میخورم که امروز پدرم شاهد این شاهکاری های فرزندش نیست و جای درد هم هست. ولی به خاطر آرامش روی پدرم و من شعرهایم رو مجموعه کردم و قصه و هجویه هایم را. اینها هجویه نیستند، اینها دردنامه هستند. دردنامه های یک انسان که برای کامل شدن، برای تشکل یافتن، برای شخصیت شدن در زندگی مبارزه میبرد. چون من بارها افتادم، بازم پای خیستن تلاش کردم و آزار دیدم، هیچگاه آزار ندادم. فکر میکنم تا آنجایی که یادم هست و همیشه کوشش کردم که خوب باشم برای انسان ها، زیرا میدونم که در زندگی پاس محبت است
پاس آشنایی است و من وظیفه‌دار هستم که به هر یک سلامی که از جانب هوادارانم برای من ارائه می شود داده می شود با لبیک پاسخ بگم، با تبسم جواب گردانم. واقعا شاید در میان اهل صنعت و هنر شما یگانه از آن باشد که همیشه با مخلصان هستید، چون بگذار هر ایجادکار خواه نویسنده باشد، مثلا خواه سراینده باشد، خواه شاعر، با مخلص زنده است، با هوادار زنده است و همین است که ما مثلا هم در کنسرت های شما هم در برنامه های شما سایر زیاد مخلصان را میبینیم. اون مهر و محبت، اون دستگل ها و حتی اون کلچه های شیرمالی که با یک محبت بسیار به اندازه برای شما میورند، گواه اون است که زاویدین مغرور نیست، بلکه شاید سرگرم چیزی بود واقعا. مثلا برای شما اگر یک امضا لازم باشد، شما اونجا خود را کی میشناسانید؟ زاویدین نورزاد، سراینده، شاعر، نویسنده، کی؟ یک انسان عادی و مقرری همسان شما، یعنی که آنی که همراه با شما درد میکشد، همراه با شما میخورد، میپوشد، میخندد، آن که هواداران به کنسرت میان یا نه، از این لحاظ من شرفمندم و افتخاری من از آن است وقتی که یک خانم با مادرش از صبح صادق برمیخیزد یا از شامگاه خمیر میکند، کلچه های شیرمال میپزد، کلچه های میدانی انا میخدر و با کنسرتی من میارد. شما در یگان گوشه دنیا دیدید که برای مثلا آوازخوان نان بیارن؟ من گشنه نیستم دادرم، شما هم گشنه نیستید. شکر تنجی آباد این وطن، این سرزمین همه سیر پر هستیم و یک پاره نان نیست، یک پاره دل است، محبت است، عشق یک مادر است که شاید در فراق فرزندش میسوزد، شاید فرزندش مهاجرت رفته است، دیگر یاد از مادرش نمی کند و یک مادری رنج دیده، آزار دیده در زندگی است که با شنیدن ترانه های من دلش رو سبک می کند. من همه آنهایی که با کنسرتی من میان دوستشان میدارم. در بینای سیرک ما برنامه کنسرتی داشتیم و وقتی صبح آمدم تالار خالی بود. جانبی همکارم گفتم که سیف الله امروز روزی بارانی است، یادتون باشد خیلی بارانی سخت بود، ژاله. اصلا تمام برنامه کنسرتی من در تمام برنامه کنسرتی من یا ژاله میزنن یا برف یا باران شدید. آن روز ژاله بود. گفتم آیا مردم میآیند یا نه؟ با همین خاطر رفتیم آشیانه دویم بالا که اونجا یک طبقه شیشه بندی است. از بیرون نگاه کردم، تعداد زیادی مردم را دیدم، خوشحال شدم که جانب بینا میدویدند. وقتی که پایان میفرمادیم یک مادر را دیدم که تخمین 70 سال عمر داشت، در پا کلوشوی رزینی داشت، تاجیکانه پوشیده بود، سر تا پا تر، حتی چتر نداشت و یک تحفه در دستش بود، نمیدونم چی، دیگر یادم نمانده است. و همکارم شوخی کرد، گفت خاله چی درد داری؟ برای چی آمدی؟ در کنج خانه می نشستی، گرمکک نرمکک پیشی کناری صندلی. گفت بچه‌م ای کلاب آمدم. برای این بچه‌م من اشاره کرد اگر از آسمان سنگ بارد من میام. این البته جای افتخار است، جای افتخار است. و ببینید زندگی یک مادر را از من گرفت و 100 مادر دیگر را برایم بخشید، ولی غبار دل مادرهای دیگر نشود. ولی اگر من تمام این محبت های 1 میلیون نفره مادرهای تاجیک را اگر روی یک ترازو بگذارم و پشت ناخن بچم گفتن مادر خودم رو روی یک پله ترازو گذارم، فکر کنم که این وزن تر است و من باور دارم که شما مرا درک کردید، مرا میفهمید. واقعا درست است و میدونید هر نفری که مثلا تلاش نوشتن چیزی میکند، بگذار و یادداشت باشد، بگذار کلمه قصه باشد یا عموما هر چیزی، اصلا در یادداشت تلاش میکنند که از اشتباهات خود کمتر یادآور شوند و بیشتران مثلا یادداشت را به خاطر شاید اصلاح کردن خود، شاید به خاطر خوب نشان دادن خود یا نمیدونم با کدام یک هدف دیگر بنویسن. ولی وقتی که ما یادداشت های ضیاءالدین نورزاد رو میخونیم، اونجا تیپاژ نیست، اونجا یک آدم مقرری است، اونجا چهره سازی نیست، اونجا شخصیت سازی نیست، بلکه همین گونه مثلا اشتباه هم در شما هست. هر چیزی رو که شما اشتباه کردید یعنی عین وی رو میارید، ریالی میارید. یا بار از گذشته از همین اشتباهایی که داشتید شرم نکردید و نگفتید که اگر این رو من به خواننده پیشنهاد کنم شاید مرا دیگرگونه شناسد؟ من دیگرگونه بودن نمیتوانم. هر چیزی که در زندگیم رخ داد برای مردم من پیشکش میکنم، زیرا من جزوی از مردم هستم. خب اگر من از مردم کنار بگیرم و
تکبر کنم، غرور کنم و بدان اندیشه کنم که من آوازخوان هستم. باید از آنها فاصله بگیرم. پس در این مورد محبت گم می شود. محبت بیل فاصله گم می شود. و امروز که از کوچه میگذارم از 7 تا 70 ساله با من سلام علیک میکنم. اونهایی که مرا بار دیدن یا که میشناسند که البته مایه افتخار هم هست. من از ناباور چینا رو بار پرسیدم در کاخ جامعه برنامه کنسرتی داشتیم. فرضاً اگر روز شنبه من داشتم، روز یک شنبه ایشون سر میز خوراک نشستیم و گفتم استاد شما چرا کلیپ نمیکنید؟ نوار نمیبردارید؟ گفت که کلیپ را آنهایی میکنند که اصلا از هنر بوی نبردن و ظرفیت ندارند. من به کلیپ هم میتوانم که اودیتور خیش را جمع کنم. میدونید یک نقطه جالب دیگر از کتاب‌های شما در مورد اشتباه ها معذرت میخواهم. شما اشتباه کردید باره؟ البته. فرضاً شما در کودکی دزدی کردید. بله. چی دزدید؟ من بیشتر شیرینی می‌دزدیدم. از کجا؟ از صندوق خانه؟ بله. نه، از باغ همسایه مزارم. سیب، ناک، زردالو. و امروز اگر روبرو با روبروی دوربین وایستاده میتونید بگویید که من از باغ بابای عبدالسلام زمان دزدی میکردم. بله. جرأت داره؟ بله. پس در شما انسانیت هست. در شما هم آدمیت هست. اگرچه هنری آوازخوانی نیست، یعنی که بالاتر از این یک هنری هست، جوهری آدمی هست. زیرا آنهایی که به گناه خیش اقرارند انسانهای کامل هستند. آنهایی که گناه خیش را همیشه کوشش میکنند که سرپوش بگذارند، یعنی که دیگی سرپوش شده خیلی بد میجوشد و حیران است که داخل اون چی است. به این خاطر باید سرپوش ها باید برداشته شود. و در مورد اشتباه ها من در همین کتاب تمامی نه تمام حال زندگی که به پایان نرسیده است قسمت از زندگی نامه خیش را آوردم. فرضاً چگونه یک جوان به ناحیه یابان دعوت میکند و میگوید که من 50 سومانی میدیم برای برندگی راویگی. من راضی میشم و میرود نزد مجسمه اسماعیل سامانی برمیگردد میگوید که 40 سامان میدیم. باز راضی میشم و نرخ را به خاک سیاه یکسان میکند میگوید که 30 سامان میدیم. میرسیم به 20 سامانی و در نهایت کار ما همراه یکی از همکاران 20 سامان تقریبا یا شاید 15 سامان مصرف میکنیم. میرویم به ناحیه ده را پیدا میکنیم. از شهر درک نیست و یکی از داخل ژگول سیاه شیشه را پایان میکند، تیرزه را و جانب ما نگاه میکند با خنده به حال ما، چون همه جای ما پر از چنگ بود، خاک بود. میگوید بچه ها شما 2 نفر 10 سامان میدیم، اگر خواهید برندگی کنید، نخواهید روی سفید. و ما از اونجا برگشتیم. شما چی کار کردید؟ برای من همین نقطه جالب است. برندگی کردید یا نه؟ نه نکردید. چرا؟ حتی آش نخورده آمدیم. چرا؟ نمیدونم، خیلی غضبناک شدیم ما، چون ما 15 سامان مصرف کردیم رفتیم، او به حال ما خندید، چون بالای تراکتور اومدیم. ما با یک تراکتور نشستیم، از داخل هم زمین های پخته آمد، آنقدر چنگ و خاک بود که همه جای ما چنگ زده شد. این گونه حالت ها بود و من با اون جوان ایراد نمیگیرم، به خودم ایراد نمیگیرم، بلکه امروز همچون یک بهترین خاطره شیرین زندگی هم یاد میکنم. شما بالاتر گفتید که مثلا اونی که اشتباه خود رو درک میکند و اون رو برای دیگران افشا میکند، واقعا این کمال بزرگ انسانی است. و در یک قصه شما هم همین گونه یک حادثه هست که نفر دختر اشتباه هم به خانه شما زنگ میزند، شما گوشی رو میبردارید و همین گونه وقتی که او شما رو خوشدار خود میپندارد چند مدت میخواهید با او بازی کنید و بعدا عادت میکنید. این واقع ریالی بود؟ قسما ریالی است، حقیقی است. مثلا نویسنده چی میسازد؟ نویسنده فرضاً داخل طربخانه اسنا میشود، خیلی طربخانه زیبا هم است، میبیند یک استکان فوژر گذاشته شده است، داخل آن فرضاً قهوه است، نمیدانم خوب نوشاکی است. در یک کنج یک دختر سرخم نشسته است، جانب دیگر یک پسری دیگر نشسته است و از همین یک چیز میسازد. یعنی نویسنده سازنده است. در گردی همین فوژر و همین کتابی که در نزدش گذاشته شده است ما میتوانیم که یک اثر کامل بیافریم. نویسنده هم همین گونه است. قسمت همان حکایه طور شما گفته درست است. یک نفر زنگ زد، من برداشتم و گفت خورشید تویی و من خمار بازی در دلم پیدا شد. من اونگام 19 سالم بود، خیلی یاش بودم، با شوخی با هم آشنا شدیم و او مرا دوست داشت،
من هم با اون محبت کردم و تا اینجا قسمت درست است. قصه رئالی ما، زندگی ما با چه انجام یافت؟ ما از آن خانه کوچ بستیم، به محله زرافشان و خانه برادرم رفتم و با همین محبتی من هم از میان گم شد. ولی این چیز در یادم ماند. بعدتر بعد که با بزرگتر شدم آن را من دوام دادم. فکر کردم که همین حادثه با چی میتوانست انجام یابد. یک نقطه دیگر بسیار برای من جالب است که بیشتر ابرازها، بیشتر پرسوناژ های قصه های شما این همکاران شما از رادیو هستند و مثلا همین کتاب برای ما سیماهای خیلی زیادی رو از جمله سیف الله بازاری بسیار مشهور، از جمله سنگینای تولیازاده و نعمت محیب، انظرات نظرزاده، بله. مطلب خال و شریف میسایزاد، ظفری عبدالرؤوف، فیروزی کریم، جانبک اسراران، بسیار استاد و همین گونه بسیار پرسوناژ های هستند که اونا قهرمانان واقعی هستند و همکاران شما از رادیو هستند و در مورد همین افراد بیشتر شما آنچه را گفتید که واقعا شما دیدید، اما رو مشاهده کردید، میدونید. بله واقعا همین گونه است که مثلا هجویه ها هستند، اکثرا واکنش اونا چگونه بود؟ و وقتی که سیراج‌الدین اکرامی نویسنده مشهور ما کتاب ما را ورق‌گردان کردن، حتی دلشون نیامد که یک سطر را خط بزنند. گفتن برای چی؟ گفتن این خودش زندگی است. بله. اینجا دروغ نیست. یا میبینم ضیاءالدین یکی از کتاب ها را کشود، فکر میکنم چیز برای خواندن دارد. من پشت سر تو گریه کردم، پیش نظر تو گریه کردم، در عشق تو خاک راه گشتم، در رهگذر تو گریه کردم. رفتی چو پرنده از کف من، به بال و پر تو گریه کردم. باران سر زلف تو ببوسید، چون زلف تر تو گریه کردم. بر جای خودم کسی دیگر را دیدم و بر تو گریه کردم. ای موجب چشمه چشمه گریه، مال دیگری تو گریه کردم. خندیدم اگرچه پیش مردم، در پشت دری تو گریه کردم. اگرچه من شعرشناس نیستم ولی درک کردم که واقعا بسیار تصویرهای خوب دارد. اولین شعر ضیاءالدین چی بود؟ درد عشق نام داشت. اولین شعر؟ بله، با این شعر من در آزمون ناحیوی و جمهوریوی شرکت کردم و صاحب مقام دوم شده بودم. ضیاءالدین نوروزاد توانست که هم برای پدر، هم برای مادر و در مجموع برای همه آن عزیزانی را که دارد چیزی بگوید. برای دخترتان شعر گفتید، برای مادر زیاد گفتید، زیاد سوختید، زیاد ساختید حتی و بسم الله اکثریت کتاب های شما هم با نام مادر آغاز می شود و من می خواهم انجام بخش این صحبت یک چهار پاره در وصف مادر باشد. مادر من یک زنی قشلاقی بود، یک زنی تحصیل ندیده ولی دانشمند، چون درس زندگی را خوب آموخته از پدرش، از مادرش. من خود را در نظر ندارم ولی کلی از اکثر بزرگان علم و ادب را، آوازخوان‌ها را، یک زنهای به معلومات که کارشون فقط جامه شویی و دردوزی و هیزم جو آوردن، آتش گیراندن و خوراک پختن و خدمت روزگار را کردن است. همین زنها بزرگان را می آفرند و مادری من نیز در شمار یک زنهای خیلی عادی بود. من همیشه با تشنجاری از محبت مادرم یاد میکنم و برای یک نفر از روزنامه یا چرخی گردان یا آیله با من در صحبت شد و آنجا نوشت که مرگ مادرم به من شهرت آورد. ما با همان روزنامه‌نگار نامش یادم رفت درگیر شدیم، حرفایمان پست و بالا شد. گفتم کی از مرگ مادرش خوشحال می شود که تو نوشته که مرگ مادرم به من شهرت آورد. سالها از میان گذشت و حالا فکر میکنم که درست هم گفت. که من چگونه شهرت یار شدم وقتی که مادر، من هیچ کس نبودم، مادرم که از دنیا درگذشت و من آنقدر آنقدر آچه گفتم، آنقدر مادر گفتم که به گوش مادردارها رسید. قسمت خوش پذیرفتن، قسمت دیگر گفتن اینقدر مادر میگوی، اینقدر مادر میگوی. ولی خوشبختانه قسمت آنهایی که فکرهای مثبت داشتن بیشتر است، چون برای مادرهایشان ارزش قائل هستند، مادرهای خود را دوست می‌دارند.
مرگ مادرم برای من شهرت آورده است. ولی آیا من میخواهم این گونه شهرت رو؟ آیا شما میخواهید؟ هیچ کس نمیخواد که مادرش از دنیا برود و برود از روی بام جهان و بگوید اوچا تا مردم او را اعتراف کنند، بشناسند. من این چیز رو هیچ وقت از خداوند نخواستم. من همیشه میخواستم که مادرم زنده باشد، بر حیات باشد، کمال پیری براند از دولت 10 فرزندش، که ولی متاسفانه این گونه نشد. وقتی که همین سال من در تالار برای زیاده از 100 نفر یک رومالچه خیلی ارزان بها برای مادرها تقدیم کردم، چقدر بغض در گلویم رست ماند، چقدر دلم خون شد. منم میخواستم که مادرم میان آنها باشد. من با تقدیم همان رومالچه ها، رومال بند ها به مادرهای مردم ارمان میشکنم، با آنکه به خانه میآیند، با آنکه جامه میپوشانند، با آنکه تاقی بر سرم میکنند، با آنکه میگویند تو فرزند ما هستی، زیغ نشو. با آنکه نان بچگی میارند. بله، با آنکه نان مادری میارند، با آن من ارمان میشکنم و کوشش میکنم که با این همه کمبودی مادرم را احساس نکنم، ولی نمیشود. آن شبی که مادرم در تاب و تب میسوخت، چهرهش کاهیده و خشکی در لب میسوخت، انتهای ظلمت اعماق در دالود صبح دامن میکشید و ماه شب میسوخت. مادرم تنها بود. بسیار مصرع‌های متاثر کننده، بسیار مصرع‌هایی که به قلب ناخن میزند، چون وقتی که ما از سرگذشت پرفاجعه مادر شما توسط کتاب میان خنده و گریه آگاه شدیم و چون با آن آغاز می‌یابد و وقتی این مصرع‌ها رو میشنویم واقعا همون لحظه ها پیش نظر میان. من حتی تصور میکنم که ضیاءالدین آن لحظه چی حال داشت وقتی که او را داشتند و چون داروها در جیب بود زدند. وقتی که دارو شکست، من فکر کردم قلب ضیاءالدین شکست، چون آن دارو آخرین امید مادر بود. و اگر شما میخواهید که این قصه را بدانید، اگر میخواهید که سرگذشت ضیاءالدین نوروزاد را واقعا بخوانید، پس در شرح بنویسید، زیرا ضیاءالدین نوروزاد وعده کرد که به خوانندگان کتاب خود را دسترس میکند. و با همین ما نقطه میگذاریم به صحبت امروز. بیننده های ارجمند، ضیاءالدین نوروزاد بود در مهمانی ما، سراینده، شاعر و نویسنده. و این نشر برنامه پس صحنه در طربخانه بسیار بر هوای اسنا ثبت شد. با سامانه آیله بودن را هیچگاه فراموش نسازید.